سلام خانم مقدس عزیز. امروز اومدیم راجع به کتاب در مورد کشتن که برای خانم مرعشی عزیز هستش و کتاب مورد علاقه شما هم هست یه چند تا پاراگراف رو من میخونم و ممنون میشم که حس و حالتون راجع به اون پاراگراف ها رو برای ما توضیح بدید. من از پاراگراف اول شروع میکنم. نمیتوانستم چشم بردارم از صحنه. میخکوب شده بودم. مرگ انسانی دیگر. هیچ وقت اینقدر نزدیک رخ نداده بود. آنقدر نگاه هم کرد تا فشار و ریتم ماساژ دکترها کم شد. جیغ تبدیل شد به مویه و پسر که از بیرون در نگاه میکرد قدم قدم آمد نزدیک و کنار تخت پدرش روی زمین نشست. و تمام شد. یک نفر جلوی چشمهایم مرد و مرگش اصلاً بزرگ و سهمگین نبود. اتفاقی بود روزمره که زمان کوتاهی اوج گرفت و بعد تمام شد و اورژانس به حالت سابق برگشت. این قسمت راوی درگیری مستقیم با تماشای مرگ آدم‌هایی رو داره که توی اورژانس قرار می‌گرفتن و انقدر صریح، شفاف و صمیمی نوشته شده بود که آدم فکر می‌کرد که من الان خیلی راحت میتونستم خودم اون جای راوی بذارم و اون تجربه رو، اون حسی که ایشون موقع اون تجربه داشتن رو درک کنم. حسی که من داشتم این بود که اینکه یک مرگ که میتونه خیلی تکان دهنده باشه چطور بر اثر اینکه تبدیل به اتفاق روزمره میشه میاد عادی جلوه میکنه برای کسانی که هر روز باهاش درگیرن تا اون کسانی که مواجهه های اولشون هست خیلی تفاوت ایجاد میکنه. اینکه ما یه تجربه رو بر سر مرور تجربه کنیم این برای ما ممکنه که عادی بشه و اون تکان دهندگیش و تیزیش کم رنگ‌تر بشه و این تجربه که ایشون توی اورژانس بیمارستان برای مدت طولانی داشتن خیلی بر من تجربه جالبی بود و حسی که به میداد یه چیزی مملو از نگرانی، ترس و یک نوع حتی در انتهاش رهایی و آرامش بود، چون این اتفاق توی اورژانس داشت تکرار میشد، حالا چه ما بپسندیم چه نپسندیم و این به ما یادآوری میکرد که خب مرگ خیلی نزدیکه، مرگ اتفاق میفته و بالاخره حتمیه و حالا اونجا فضاییه که به مرگ نزدیکتره. عصرها چهره روستا با صبح متفاوت است. کوچه های خاکی، پاهای زخمی و زمخت و کثیف بچه ها. بقالی بیرون، آفتاب بیجان، هوای دم کرده، مردهای بیکار، زنان خسته که قلند کنان برای کاری از خانه بیرون میآیند و به خانه برمیگردند و در را پشت سرشان به هم میکوبند. در سکوت روستا صدای موتورها و ماشین‌هایی که همه به سرعت به سمت جنگل می‌روند آزاردهنده تر از شهر است. یکی از پسرهای روستا گوساله کوچکی دارد که آن را به تنابی بسته و در کوچه‌های منتهی به جنگل دنبال خودش راه می‌برد. پسر دیگری همراهش است، کمی کوچکتر از او. پسرها سعی می‌کنند گوساله را عصبانی کنند و به جنگ ترغیبش کنند، اما گوساله دوست دارد بازی کند. سرش را به علف‌های کنار راه می‌مالد، ولی پسرها نمی‌گذارند در معاشقه آرامش با علف‌ها بمانند. پسر می‌خواهد 3 سال دیگر روی 3 سال تأکید دارد با همین گوساله برود جنگ. می‌گوید مثل بیقرار گیلان می‌شود و همه را می‌زند. پسرها از بیقرار گیلان با عشق حرف می‌زنند. خیلی فضاسازی قشنگی این پاراگراف داشت. من اصلا کاملا میتونستم تصور کنم که تو همون فضای بعد از ظهر یک روستایی هستم که دچار ملال هست مشخصا و برای یکی از دلایلش حالا برای فرار از این ملال آدم ها میرن مسابقه کشته شدن، در حقیقت صدمه دیدن 2 تا گاو رو نگاه میکنن، روش قمار میکنن. از طرفی خب شاید اونطور که باید اقتصاد اونجا پویا نیست که ناچار نباشن و که به این درآمدها حتی متکی میکنن خودشونو و این به عنوان یه فرهنگی توی بچه‌های کوچیکشون هم حتی جا افتاده که تقلید میکنن از بزرگترها و آرزوهاشون در این سطح تناسب پیدا کرده که حالا اون گوساله‌ای که داره بتونه یه روز بجنگه و بتونه از قبل اون به جای منابع دیگه راههای دیگه درآمدزایی کنه و این خب سطح فرهنگ اونجا رو نشون میده چطور داره افت پیدا میکنه و یه حسی که با آدم میده اینه که مثلا واقعا آدم ها برای لذت بردن چه بسا یا برای کسب درآمد بیشتر حاضرن که مثلا یک صحنه جنگ رو، سناریوی جنگ رو ایجاد کنن، همونطور که شاید
از شایدم بعضی وقتا به خودم فکر می‌کنم تو ذات ما انسان‌ها باشه که مثلا از صحنه جنگ گلادیاتورها ممکن بود که لذت ببریم، یا الان خیلی از جنگ‌ها و خونریزی‌هایی که میشه شاید واقعا به همین علت ملال روزمرگی و خروج از اونها ممکنه که ناخودآگاه باشه. ولی فضا سازیش رو خیلی دوست داشتم، انگار که من هم تو اون جغرافیا و همون زمان دارم اون جنگ رو تماشا میکنم و دوست ندارم همچین جنگی رو ببینم. البته هواپیما 17 دقیقه تأخیر داشت. آخرین دقیقه‌های زندگی برای 290 نفر مسافر هواپیمای ایرباس ایران ای. آنها ساعت 10:17 صبح یکشنبه 12 تیر از بندرعباس به مقصد دبی پرواز کردند و دیگر هرگز روی زمین پا نگذاشتند. 5 دقیقه بعد از پرواز یک موشک به سمتشان شلیک شد. هواپیما از صفحه رادارهای زمینی محو شد و در آبهای خلیج فارس سقوط کرد. کمی بعد معلوم شد شلیک از ناو جنگی آمریکایی بوده که به خاطر تنش‌های سال 8 جنگ در خلیج فارس مستقر بود. این صحنه برای من خیلی تکان دهنده بود. من بلافاصله وقتی اینو خوندم یاد صحنه‌ای افتادم که تو همون سال 67 توی تلویزیون بچه کلاس اول بودم. دیدم توی اخبار و حالا فکر می‌کنم تحلیل‌های بعد از اخبار بود که یه عروسکی پلاستیکی که اون موقع اون زمان بچگی ما بود روی آب‌های خلیج فارس داشت حرکت می‌کرد و من تو همون عالم بچگی فهمیدم که یک هواپیما افتاده و اون عروسکی که رو آب بود و حالا جنازه‌ای که نشون میدادن یا لباسایی که از آب گرفته بودن منو به شدت در همون عالم بچگی دگرگون کرد، به شدت دگرگون کرد. یعنی اون موقع فهمیدم که تازه مثلا اصلا میدونستم جنگ بوده و جنگ ظاهرا تموم شده یا در آستانه پایانه، ولی حس خیلی دردناکی رو به من داد. وقتی که اینو خوندم برام دوباره همه اون حس‌ها زنده شد، تازه شد و همیشه هم بعدها در مستندها دیدم که از اون کسی که اجازه این شلیک رو داده بود آمریکا قدردانی کرده، بهش مدال داده، جایزه داده و واقعا فهمیدم که جنگ چقدر میتونه چهره‌های متفاوتی و ادامه‌داری ایجاد کنه برای این همه خانواده و مثل یک اندوه ملی بود. و متاسفانه سالی که هواپیمای اوکراینی هم دچار حادثه شد من مجدد دوباره همون حس و حال‌ها رو به شدت بیشتر تجربه کردم. انگار که مثلا عزیزانم رو از دست دادم، انگار که هویتم رو، انگار که امنیتم رو از دست دادم و باز هم متاسفانه اون هم در سایه یک جنگ بود. انگار که ما هیچ وقت از این جنگ هایی که حول و حوش خلیج فارس میگرده نجات پیدا نمی کنیم، رهایی پیدا نمی کنیم. اون دفعه آمریکا زده بود، این دفعه بر سر یک اشتباه یک خودمون رو زده بود و این نشون میده که جنگ میتونه واقعاً با افکار آدم‌ها، با تصمیم آدم‌ها چه کار کنه، یا ترس از یک جنگ، ترس از یک حمله. خیلی قشنگ توصیف شده بود در ادامه این که حالا روایت مستندی بود که مردم جزیره هنگام با این مواجهه با این مرگ، این همه کشته چه رفتارهایی از خودشون نشون میدن و هنوز بعد از سالها فراموش نکردن. من هم که تو یک صحنه تو بچگی فقط یک عروسک رو آب دیدم هنوز فراموش نکردم که چه اتفاقی افتاده. خب خانم مقدسه عزیز، من آخرین پاراگراف هم میخونم. علی 1 ساعتی میرود و برمیگردد با یک کپک خال زیبا که آن را از پا گرفته. بالش راه است، نوکش سرخ، پاهای جمع شدهش نارنجی و خط منحنی سیاه زیبایی از چشمهای بازش رد شده و تا گلو آمده. جای سوراخ سرخ کوچکی روی سینه‌اش پیداست و روی پرهای مجاور سوراخ خون خشکیده. ننه عبدالله علی را تشر می‌زند. 3 فشنگ حرام کردی و 1 کپک زدی؟ علی سرش پایین است. کپک را مادرش از دستش می‌گیرد. 1 پر خالخالی روی زمین می‌افتد. برش می‌دارم و می‌گذارم توی کیف پولم. کارم به غایت احمقانه است. از نگاهشان فهمیدم. این پاراگراف رو من دوست داشتم. 2 تا نگاه متفاوت رو نشون میده که یک نفر که حالا زندگی شهری رو داشته وارد فضای عشایر شده و همون پر کپک رو فکر میکنه به عنوان براش جذابیت داره که به عنوان یه یادگاری یا یه غنیمتی از اون خاطره با خودش همراه ببره و از اون طرف انقدر برای طرف مخاطب پیش پا افتاده است اون کسانی که میزبانش بودن
به نظرشون حتی مثلا احمقانه هم میاد. این پسر کشتن کبک شاید براش یه جور قدرت نمایی بوده، قهرمان نمایی بوده و از اون طرف خانواده اونقدر درگیر طبیعت و کشتن چیزهای بزرگتر و چیزهای مهمتریه که اون قدرت نماییش رو خیلی جدی نگرفتن، ازش انتظار شکارهای بیشتری داشتن. اینکه خانم مرعشی تو این فصل اومده و فضای زندگی عشایری رو انقدر از نزدیک، انقدر حسهاشون رو، انقدر نوع زندگیشون رو قشنگ توصیف کرده بود که انگار من مثلا وارد یه فیلم سینمایی کش عرض کنم، انگار خودم هم با ایشون همراه بودم، این مخاطب ساکتی بودم که توصیفات ایشون رو که میخوندم واقعا با چشم میدیدم و اون فضایی که انقدر با زندگی‌های ما متفاوته تو قرن 21 و هنوز اینها اون زندگی رو ادامه میدن و اتفاقا ثروت خوبی هم دارن و میتونن تولیدات خوبی هم داشته باشن که منجر به کشتن‌های هر روزه میشه. یعنی افرادی هستن که دام و پرورش میدن و خودشون هم این کشتارها رو انجام میدن، میفرستن کشتارگاه. انقدر به زندگی‌های طبیعی انسان نزدیکن، برای من خیلی جذاب بود، خیلی دوستش داشتم این فصل. ممنون که این فرصت در اختیار من قرار دادین. این کتابی بود که من واقعاً باهاش زندگی کردم. خوشحالم که خانم مرعشی انقدر قشنگ این سفرها و روایت‌های مستند رو در اختیار ما خواننده‌ها قرار دادن. ازشون ممنونم.